سلام، فال امروز رو براتون میگیرم. ببینید این تصویری که من دورش خط کشیدم یک اشاره داره میکنه به یک، یعنی دقیقا این تصویر یک سگی رو داره نشون میده روی دیواره فنجون و نزدیک به، میبینید که لبه است، داره در واقع انگار میاد بیرون. یعنی اون عشق پنهان، اون عشق درونی شما چقدر قشنگ بدنش هم روی دیواره نقش بسته، مثل این سگای بزرگ میمونه. داره اشاره به بزرگی این عشق میکنه و اشاره به این عشق میکنه که چقدر برای شما این عشق پاکه، در واقع دو طرفه است. دو طرفه بودنش رو میبینم که سمبل یار با وفا، و حتی میتونم بگم اشاره به وفادار بودنش میکنه، یعنی کسی تو زندگیش نیست. ببینید وقتی این نماد میفته روی قهوه، ما نمادهای دیگه هم داریم، ما مثلا هستن روباه، گرگ، نمیدونم نمادهای دیگه، که اینجا وقتی این سگ نقش بسته، منظور اینه که این آدم به شما تعهد وفاداری داره و میاد جلو. در کف فنجون چقدر قشنگ نگاه کنید، یه حلقه میبینم، خودتونم نگاه کنید، میبینید درونش دوباره یک دایره یفته. حلقه منظور اینه که چند تا معنی داره. ببین حلقه هر جا بیفته یه معنی داره. اینجا تو کف فنجون به این معنیه که رو نیت قلبی دلتون، حالا هر چیزی که هست، حلقه چون کامل هم هست، میگه به اون نتیجه که میخوای میرسی. برای کسی که نیت احساسی دارن، اشاره به این میکنه که در واقع از طرف شخص مورد نظرشون اگر قرار پیامی دریافت کنن، همین مدت نزدیک این پیام دریافت میشه، چون اشاره به یک خبر خوب یا پیام احساسی میکنه. در یک دایره بزرگ میدم، یعنی پولی به دستتون میرسه. اگر اشاره به مسائل مالی باشه، قشنگ داره میگه پولی به دستتون میرسه، چون درونش دوباره یک دایره بزرگ هم افتاده. مشکلات مالیتون حل میشه، کاراتون رو به راه میشه و من خدا رو شکر دارم میبینم از جایی هم که منتظر خبر خوبی که منتظر دریافت میکنی، انشالله که در واقع خوش خبر باشید، روز خوبی داشته باشید.